سوال شماره 1. وقتی که اتفاق ناخوشایندی برای شما رخ می دهد، آیا قادر به تفسیر و توضیح علتهای آن رویداد و تجسم آن با جزئیات آن هستید؟ الف، قادر هستم. ب، گاهی قادر به تجسم دلایل و جزئیات هستم. جیم، قادر نیستم. سوال شماره 2. وقتی اتفاق عجیبی می افتد، آیا به دنبال کشف علتهای آن هستید؟ الف، در جستجوی دلایل احتمالی نیستم. ب، در جستجوی دلایل احتمالی آن هستم. جیم، قادر به جستجوی تمام دلایل احتمالی آن هستم. سوال شماره 3. وقتی به چیزی علاقه‌مند می‌شوید، تا چه اندازه به جزئیات توجه می‌کنید؟ الف، زیاد به جزئیات توجه نمی‌کنم. ب، تا حدی به جزئیات توجه می‌کنم. جیم، به تمام جزئیات توجه می‌کنم. سوال شماره 4. وقتی که به یک موسیقی گوش می‌کنید، تا چه حد به نوع موسیقی و سبک آن و نوازنده آن یا آواز و سبک آواز خواننده آن توجه می‌کنید؟ الف، هرگز توجه نمی‌کنم. ب، گاهی توجه می‌کنم. جیم، توجه زیادی می‌کنم. سوال شماره 5. وقتی یک اثر هنری را مشاهده می‌کنید، آیا در مورد نوع تفکر و نگرش یا دیدگاه یا پیام هنرمند فکر می‌کنید؟ الف، فکر نمی‌کنم. ب، گاهی فکر می‌کنم. جیم، همیشه فکر می‌کنم. سوال شماره 6. پس از مشاهده یک فیلم تأثیرگذار معمولاً چه می‌کنید؟ الف، دیگر در مورد فیلم فکر نمی‌کنم و مشغول کار دیگری می‌شوم. ب، درباره بعضی از جنبه‌های فیلم فکر می‌کنم. جیم، درباره اکثر جنبه‌های فیلم فکر می‌کنم. سوال شماره 7. وقتی نامه‌ای می‌نویسید، معمولاً چه چیزهایی با اهمیت‌ترین موارد هستند؟ الف، بعضی اطلاعات کلی در مورد خودم نوشته می‌شود. ب، برخی اطلاعات کلی و برخی توصیف‌های مهم. جیم، برخی اطلاعات کلی و بسیاری توصیف‌های اضافی. سوال شماره 8. وقتی کتابی را می‌خوانید، آیا تصاویر شخصیت‌ها را در ذهن خود خلق می‌کنید؟ الف، تصاویری را خلق نمی‌کنم. ب، برخی تصاویر را خلق می‌کنم. جیم، بسیاری از تصاویر را خلق می‌کنم. سوال شماره 9. از چه مقدار پیچیدگی در کاری که انجام می‌دهید لذت می‌برید؟ الف، من از انجام کارهایی لذت می‌برم که ساده باشد. ب، از کمی پیچیدگی در کاری که انجام می‌دهم لذت می‌برم. جیم، از کاری با پیچیدگی زیاد لذت می‌برم و کنجکاویم تحریک می‌شود تا آن کار را حل کنم. سوال شماره 10.
تا چه حد به جزئیات کاری که مشغول انجام آن هستید می‌پردازید. الف، با جزئیات درگیر نمی‌شوم. ب، تا حدی به جزئیات می‌پردازم. جیم، به جزئیات زیادی می‌پردازم. سوال شماره 11. آیا به شغلی علاقه‌مند هستید که نیاز به سخنرانی در مقابل شنوندگان دارد؟ الف، علاقه‌ای ندارم. ب، ممکن است علاقه‌مند باشم. جیم، علاقه‌مند هستم. سوال شماره 12. با چه شیوه‌ای با افراد بیگانه سخن می‌گویید؟ الف، مشکل است. ب، گاهی برایم آسان است. جیم، آسان است. سوال شماره 13. آیا از کارهای جدید و خارج از اهدافتان لذت می‌برید؟ الف، از انجام کارهای جدید لذت نمیبرم. ب، گاهی از انجام کارهای جدید لذت میبرم. جیم، از انجام کارهای جدید لذت میبرم. سوال 14. با افرادی که متقاعد کردن آنها دشوار است چه میکنید؟ الف، در متقاعد کردن افراد مشکل دارم. ب، سعی می کنم با پیش آوردن بحث های دیگر یا تفره رفتن آنها را متقاعد کنم. جیم، بدون مطرح کردن بحث های دیگر و استفاده از زمینه همان بحث مطرح شده آنها را متقاعد می کنم. سوال شماره 15. چگونه نسبت به یک تکلیف پیچیده برخورد می کنید؟ الف، با یک روش خاص با آن مواجه می شوم. ب، ممکن است با چند روش محدود با آن برخورد کنم. جیم، می توانم با استفاده از روش های مختلف و نامحدود با آن برخورد کنم. سوال شماره 16. چه نوع شغلی را بیش از هر شغل دیگری دوست دارید؟ الف، شغلی را که در آن همه چیز مبتنی بر قواعد یا دستورالعمل‌ها باشد. ب، شغلی که تعداد معینی از آنها مبتنی بر قواعد یا دستورالعمل‌ها باشد. جیم، شغلی که مبتنی بر قواعد یا دستورالعمل‌ها نباشد. سوال شماره 17. به چه نوع شغلی علاقه‌مند هستید؟ الف، شغلی که دارای دستورالعمل باشد. ب، شغلی که مستلزم محدودی از استعداد باشد. جیم، شغلی که مستلزم مقدار زیادی استعداد باشد. سوال شماره 18. اگر شما به یک گردهمایی دعوت شوید که باید درباره مسائل جامعه‌مان بحث کنید، آیا با فهرست طولانی مشکل دارید؟ الف، با آن مشکل دارم. ب، تا حدی با آن مشکل دارم. جیم، به هیچ وجه مشکل با آن ندارم. سوال شماره 19. اگر از شما خواسته شود که با ارائه ایده‌های جدید به شورای شهر کمک کنید، چگونه با آن مواجه خواهید شد؟ الف، با آن مشکل دارم. ب، می توانم تعداد محدودی ایده که فراتر از ایده های شورای شهر است ارائه دهم. جیم، می توانم انواع ایده ها را برای شورای شهر مطرح کنم. سوال شماره 20. آیا می توانید به معلم کلاس اول کمک نمایید تا روش راه‌های مختلف را در آموزش اعداد پدید آورد به طوری که بچه‌ها به یادگیری اعداد علاقه‌مند شوند؟ الف، نمی‌توانم. ب، راه‌های محدودی دارم. جیم، قادر به ارائه راه‌های مختلف و متفاوتی هستم.
سوال شماره 21. آیا قادر به کمک به مدرسه‌ای با امکانات محدود با طرح ایده‌های نو در زمینه‌های فرهنگی و ورزشی هستید؟ الف: دشوار است. ب: چند ایده محدود را طرح می‌کنم. جیم: قادر به دادن ایده‌های زیادی هستم. سوال شماره 22. چگونه خود را معرفی می‌کنید؟ الف: قادر به طرح واژه‌ها برای معرفی خود نیستم. ب: گاهی واژه‌ها به راحتی می‌آیند. جیم: برای معرفی خود واژه‌ها راحت می‌آیند. سوال شماره 23. تا چه حد می‌توانید درباره خود صحبت کنید؟ الف: خود را خوب نمی‌توانم بیان کنم. ب: گاهی خودم را خوب بیان می‌کنم. جیم: خودم را خوب بیان می‌کنم. سوال شماره 24. تا چه حد می‌توانید ایده یا عقیده خود را راحت بیان کنید؟ الف: در بیان ایده‌های خود به خوبی اشکال دارم. ب: گاهی ایده‌های خود را خوب بیان می‌کنم. جیم: تمام ایده‌های خود را خوب بیان می‌کنم. سوال شماره 25. اگر ناگهان به شما پیشنهاد یک صحبت از قبل تهیه نشده داده شود، تا چه حد آمادگی صحبت در مورد آن موضوع را دارید؟ الف: قادر به انجام آن نیستم. ب: مطمئن نیستم که تا چه حد می توانم این کار را انجام دهم. جیم: قادر به انجام آن هستم. سوال شماره 26. تا چه حد توصیف و بیان واژه‌ها برایتان ممکن است؟ الف: برای من مشکل است. ب: برای من خیلی آسان نیست. جیم: برای من آسان است. سوال شماره 27. آیا در مواجهه با ایده‌های جدید راحت هستید؟ الف: راحت نیستم. ب: ممکن است راحت باشم. جیم: بسیار راحت هستم. سوال شماره 28. آیا برای شما تا چه حد امکان بیان واژگان متفاوت میسر است؟ الف: دشوار است. ب: برای من آسان نیست. جیم: کاملاً برایم آسان است. سوال شماره 29. اگر شما مجبور باشید در یک مسابقه شرکت کنید که در آن از شما خواسته شود تا آنجا که ممکن است واژه‌هایی به کار ببرید که با حرف الف شروع شود، چگونه عمل می‌کنید؟ الف: ضعیف عمل می‌کنم. ب: خوب عمل می‌کنم. جیم: خیلی خوب عمل می‌کنم. سوال شماره 30. اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌ای شرکت کنید و چیزهایی را نام ببرید که به یک مقوله یا دسته خاص تعلق دارد، مثل غذا یا گیاهان، چگونه عمل می‌نمایید؟ الف: ضعیف عمل می‌کنم. ب: نسبی عمل می‌کنم. جیم: کاملاً خوب عمل می‌کنم. سوال شماره 31. آیا می توانید چند جمله بسازید که همه آنها با یک کلمه شروع شود؟ الف: می توانم تعداد کمی جمله بسازم. ب: می توانم چندین نوع جمله بسازم. جیم: می توانم جملات بسیار زیادی بسازم. شماره 32. آیا توانایی کشف کاربردها و استفاده برای چیزهایی که قبلاً مورد استفاده معمول بوده را دارید؟ الف:
برای من دشوار است. ب. برای من آسان نیست. جیم. برای من آسان است. سوال شماره 33. آیا توانایی بیان داستان‌های تازه و جدید را دارید؟ الف. برای من دشوار است. ب. برای من نسبتاً آسان است. جیم. برای من آسان است. سوال شماره 34. کدام یک از موارد زیر را ترجیح می دهید؟ الف. خواندن یک شعر. ب. یادگیری یک شعر. جیم. بحث کردن درباره یک شعر. سوال شماره 35. اگر یک روزنامه از شما درخواست نگارش مقاله‌ای در مورد جامعه اطرافتان کند، کدام یک از گزینه‌های زیر را انتخاب می‌کنید؟ الف. مقاله‌های دیگران را کپی می‌کنم. ب. مطالبی به مقاله‌های دیگر اضافه و ارائه می‌دهم. جیم. خود مقاله‌ای نگارش می‌کنم. سوال شماره 36. از کدام یک از موارد زیر بیشتر لذت می‌برید؟ الف. خواندن کتاب‌های مشهور. ب. خواندن کتاب‌های مشهور و اضافه کردن برخی مطالب از جانب خودم. جیم. از نوشتن کتاب‌های خودم لذت می‌برم. سوال شماره 37. برای جستجوی واژه‌های مترادف با واژگان تا چه حدی سریع عمل می‌نمایید؟ الف. دشوار است. ب. تا اندازه‌ای دشوار است. جیم. آسان است. سوال شماره 38. فرض کنید که ما تمام راه‌های احتمالی گرم کردن غذا را از دست داده ایم. آیا سعی در پیدا کردن راه‌های جدید می نمایید؟ الف. دشوار است. ب. تا حدی دشوار است. جیم. آسان است. سوال شماره 39. اگر شما مجبور باشید سخنرانی کنید، چگونه آن را ارائه می دهید؟ الف. از روی نوشته خودم کلمه به کلمه می خوانم. ب. اکثر مطالب را از بین یادداشت‌هایم می خوانم. جیم. گاه نگاهی به یادداشت‌های خودم می اندازم. سوال شماره 40. وقتی با یک مسئله کاملاً دشوار روبرو می شوید، معمولاً چه می کنید؟ الف. پاسخ را سوال می کنم. ب. به جستجوی پاسخ می پردازم. جیم. سعی در پیدا کردن پاسخ می کنم. سوال شماره 41. اگر شما چیزی بسازید و ناگهان کشف کنید که بخش مهمی از آن را گم کرده اید، چه می کنید؟ الف. کار را متوقف می کنم. ب. سعی می کنم بخش‌های گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم پیدا کنم، کار را متوقف می کنم. جیم. سعی می کنم بخش‌های گم شده را پیدا کنم و اگر آنها را نیافتم، مجدداً جایگزینی برای آنها بسازم. سوال شماره 42. وقتی در جایی عمومی هستید، آیا سعی می‌کنید که موضوع بحث‌های افراد دیگری را که با شما مغایرت دارند را حدس بزنید؟ الف. هرگز به حدس زدن آنچه افراد دیگر بحث می‌کنند علاقه‌ای ندارم. ب. گاهی مایلم آنچه را که افراد دیگر بحث می‌کنند حدس بزنم. جیم. من همیشه مایلم آنچه را که افراد دیگر بحث می‌کنند
حدس بزنم. سوال شماره 43. آیا از حل مسائل دشوار لذت میبرید؟ الف: از حل مسائل دشوار لذت نمیبرم. ب: به ندرت از حل مسائل دشوار لذت میبرم. جیم: از حل مسائل دشوار لذت میبرم. سوال شماره 44. وقتی با نوع جدیدی از مسئله روبرو میشوید معمولاً چه میکنید؟ الف: من کسی دیگری را دارم که آن کار را برای من انجام میدهد. ب: سعی میکنم آن کار را با مشارکت افراد دیگری انجام دهم. جیم: سعی میکنم اطلاعات بیشتری به دست بیاورم تا بتوانم خود مسائل را حل کنم. سوال شماره 45. اگر با حل مسئله دشواری روبرو شوید چه میکنید؟ الف: از معلم یا فرد دیگری کمک میگیرم. ب: کتابی در مورد آن موضوع میخوانم. جیم: راه‌های گوناگونی را امتحان میکنم تا خودم به پاسخ برسم. سوال 46. وقتی یک مسئله غیر معمول دارید چگونه آن را حل میکنید؟ الف: اغلب به جستجوی کمک میپردازم. ب: پیش از اینکه کمک بگیرم مدت کوتاهی وقت صرف میکنم تا خود مسئله را حل کنم. جیم: وقت زیادی صرف حل مسئله میکنم. سوال 47. آیا مردم فکر میکنن که شما سوالات سخت میپرسید؟ الف: نه، اینطور فکر نمیکنند. ب: گاهی اینطور فکر میکنند. جیم: اغلب اینطور فکر میکنند. سوال شماره 48. آیا مردم فکر میکنند که شما ایده های منحصر به فردی دارید؟ الف: نه، اینطور فکر نمی کنند. ب: گاهی اینطور فکر می کنند. جیم: اغلب اینطور فکر می کنند. سوال شماره 49. آیا شما معمولاً دوست دارید که کارهای جدید را امتحان کنید؟ الف: من معمولاً کارهای جدید را امتحان نمی کنم. ب: من گاهی کارهای جدید را امتحان می کنم. جیم: من اغلب کارهای جدید را امتحان می کنم. سوال شماره 50. وقتی با مسئله دشواری مواجه می شوید چه می کنید؟ الف: سعی می کنم از آن اجتناب کنم. ب: مدت زمان کوتاهی صرف می کنم تا آن را حل کنم. جیم: زمان زیادی صرف می کنم تا آن را حل کنم. سوال شماره 51. آیا از تجارب جدید لذت می برید؟ الف: از تجارب جدید لذت نمی برم. ب: گاهی از تجارب جدید لذت میبرم. جیم: معمولاً از تجارب جدید لذت میبرم. سوال شماره 52. وقتی در یک وضعیت دشوار قرار میگیرید تا چه حد به دیگران وابسته میشوید؟ الف: اغلب به دیگران وابسته هستم. ب: گاهی به دیگران وابسته میشوم. جیم: معمولاً ترجیح میدهم به خودم متکی باشم. سوال شماره 53. وقتی کاری را خود انجام میدهید تا چه حد به خودتان مطمئن هستید؟ الف: اطمینان زیادی ندارم. ب: تا حدی اطمینان دارم. جیم:
اطمینان زیادی دارم. سوال شماره 54. آیا از آزمایشگری علمی لذت میبرید؟ الف: از آزمایشگری علمی لذت نمیبرم. ب: از آزمایشگری علمی تا حدی لذت میبرم. جیم: از آزمایشگری علمی تا حد زیادی لذت میبرم. سوال 55. در طرحریزی اسباب بازی جدیدی برای کودکان تا چه حد خوب عمل می‌کنید؟ الف: در این مورد خوب عمل نمی‌کنم. ب: ممکن است با چند ایده عمل کنم. جیم: می‌توانم با ایده‌های زیادی عمل کنم. سوال شماره 56. اگر به جای یک معلم کودکستان قرار بگیرید، بدون طرح آموزش تا چه حد می توانید خوب عمل کنید؟ الف: شکست می خورم. ب: وقت زیادی صرف می کنم. جیم: آن کار را خوب انجام می دهم. در ولاگ بعدی بارونبندی خلاقیت محاسبه خواهد شد. بدین ترتیب افراد بیمار به سوء مصرف می توانند با محاسبه تست خلاقیت درصد تقریبی بهبودی خود را از روش‌های روانشناختی نظیر NA پیش بینی نمایند. این تست موجب می شود تا بیماران قربانی متدهای مختلف برای بهبودی سوء مصرف قرار نگیرند. آنها مستقیماً از روشی که به آنها جواب می دهد آگاهی حاصل می کنند.